امروز من براتون با یه سایت خیلی خفن که نقشه هر کشور رو داخل هر زمان ما نشون میده. بزن بریم که اینجاست دیگه. امپراتوری ساسانیان با بقیه کشورها مثلا داخل اینجا می‌کنی آمریکا تازه داشت شکل می‌گرفته و بقیه چیزا که اسمش می‌کنن به قوی‌ترین چیزی که ساسانیان بوده. یکی هم که این امپراتوری که بر اساس بود کشوری اروپایی و چیزا که این هیچ حکومت دیگه اینجا نبوده دیگه. خب بعدا میایم دوتر تازه حکومت‌های دیگه میاد مثلا اگه اشتباه بس سلجوقیان باشه. چرا مشکلی از سلجوقیان میشه. مثلا توی زمان خود میلاد مسیح توی پارتا بوده. بعد حالا لورها میبینید و اینجا که امپراتوری روم بوده که قوی‌ترین امپراتوری داخل اون زمان کار می‌کرد. این سلجوقیانه. بعد این جلوتر میرسیم به صفویان و همینجوری میره جلوتر دیگه. سایت خیلی خفنیه، حتی میره جلوتر.